هر کسی بگویی شما ازش بخواهید اونا نمیدونن این چی میگه. اون داشت یک کسی می آمد براش هارت هورتی میکرد، بعد این براش دکلمه کرد، گفت که بلند کول نیشلای کاکول هنایی چی سرخ پیرهن برکی نمایی چی سرخ پیرهن خیلی بیده بون چی منسن نانجی بی جانی ده بون. آفرین. حالا اینی گفته بود، بعد آمده بود براش با آواز خونده بود، حکیمانه خونده بود، بی سواد بود، حکیمانه ای را که از بی‌وفایی دنیا هر کس میتونه به هر طور به هر شکل جمله بسازد، اون هم آمده بود ساخته بود. اینو من گرفتم. بعد بلند خونده بود که اون پسر سرخ پیرهانی بفهمد. خب اون سرخ پیرهنی که نانجیبم بوده، بله. حالا انشالله که شنونده صدای شما نباشه، ولی یه تیکشو میخونید برامون؟ بله. اون گفته بود برای اون پسر خونده بود. این دکتر خانم در میان زنها یه جوری خودش جمع کرده بود که نفهمن کی داره میخونه. بله. این احتیاط رو میکنه همش. آی 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 هشون شنای شون شنای کلم ملی یار یار. تو زراعت نگاه کن، این نسیم بیاد بوزد سوره این چیز شالیزار، این آدم ها اونجا نشستند به بوی جکول میدن. جکول اون نزدیکی که برنج برسه چقدر سبزه به خوشخوراک. این برایش خونده بود حالا وقت رفتن است، اصلا زندگی برای رفتن است. میبینی همینطور میان میرن دارن میرند. بعد گفته بود که چرا بیقرار شدی، بی حوصله شدی. چی گفته بود؟ شعر چی بود؟ معنی چی داشت؟ همین هشون شنای شون شنای غلام ملی یار یار چی سیاه زلفان پریشونای غلام ملی یار یار. سیاه زلف چرا گفت پریشونه؟ برای اینکه پریشان بودن موی سر یک انسان، یک جوان موجب میشد که کسی دیگه زن بهش نده. میگفت این لیاقت نداره موی سرش شانه بکند، این دیگه نمیتونه زن بگیره. برخلاف امروز که تا پریشان مو نداشته باشی حیثیت جوانی نداری. امروز چقدر این قشنگه این ماجرا.